شیوا هستم، یک زن که یاد گرفت به جای منتظر موندن خودش راهش رو بسازه. یه زمانی فقط کار دکوراسیون میکردم، اما حالا با دستام زندگی میسازم، تکه تکه، دقیق و با عشق. چوب برای من فقط یه متریال نیست، یه نماده، مثل خودم، محکم، واقعی، زنده. هر پایه‌ای که میسازم نشانه ایستادنمه. هر میزی که تموم میشه یه برده برام، یه یادآوری که هیچ کس، حتی زندگی، نمیتونه منو متوقف کنه. همیشه تو زندگیم دوست داشتم که ساختار شکن باشم، همیشه کاری انجام بدم که از دید بقیه یه کار نشدنی باشه و خوشحالم که تو این مسیر موفق بودم.